رانی هلو یکی از نوشیدنی‌های خوشمزه تابستونیه که خودت میتونی خیلی راحت توی خونه درستش کنی. هم خیلی خوشمزه تر و هم با کیفیت تر از بازاریشه. لطفاً ویدیو رو لایکش کن، بریم که با همدیگه طرز تهیه‌اش رو ببینیم. برای تهیه رانی هلو لازمه که اول پوست هلوهامون رو بگیریم. از وسط نصفشون میکنیم و هستشون رو خارج میکنیم. حالا به صورت نگینی خوردشون میکنیم. طرز تهیه کمپوت هلو رو هم داخل کانال پستش کردم. حتما به اونم یه سر بزنید. برای 1 کیلو هلو نصف لیوان شکر رو به همراه 3 لیوان آب داخل یک قابلمه میریزیم. حرارت رو روشن میکنیم. اجازه میدیم که شکر درون آب حل بشه. وقتی که شروع به جوشیدن کرد و شکر کاملا حل شد، هلوهای خرد شده رو میریزیم داخل قابلمه‌مون. اجازه میدیم هلوها به مدت 15 دقیقه داخل آب بجوشن. کف جمع شده روشن میگیریم تا یه رانی شفافتری داشته باشیم. بعد 15 دقیقه حرارت رو خاموش میکنیم. اجازه میدیم که از داغی بیفته. یه خورده از تکه های هلو رو جدا میکنیم و میریزیم داخل یه ظرفی. مابقی رو میریزیم داخل میکسر و میکسش میکنیم. رانی رو میذاریم داخل یخچال تا کاملا خنک بشه. موقع سرو اگه دیدید خیلی غلیظه میتونید یه خورده آبم بهش اضافه کنید. تکه های هلویی که جدا کرده بودیم رو هم اضافه میکنیم. اینم از رانی خوشمزه ما. تا فصل تابستونه این نوشیدنی خوشمزه رو درستش کنید و ازش لذت ببرید. ممنونم که تا انتهای ویدیو همراه هم بودید.